بچه‌ها، علی ماینر هستم. امروز اومدم با ویدیوی ساخت در واقع دستگاه پرتاب کننده. خب بچه باشه یه دقیقه رفتم. امروز اومدیم با آموزش ساخت دستگاه پرتاب کننده در مایکرافت. خیلی دستگاه باحالیه. خب وسایل مورد نیاز، کمی صبر کنید. خب تو برو پایین. خب اولین وسیله obsidian نیاز داریم، TNT نیاز داریم، دیسپنسر نیاز داریم، از اینا نیاز داریم و ردستون. TNT حالا زیاد نیاز داریم. خب بعد از برداشتن همه وسیله یک دونه مکعب درست کن. حالا هر چقدر که دوست داشتین میتونید ادامه بدین ها. خب همطور که دیدین. خب حالا من ریدم تو این شانس. خب بچه بارونو بند آوردم. خب و کارهایی که باید کنی، یه نکته، هیچ وقت این دیسپنسرها رو این گوشه نذارین، اینجوری ها نذارین، چون اینجوری TNT میفته اینجا گیر میکنه، یعنی بالا میمونه نمیفته دیگه، دهنتو سرویس میشه و دیگه به فنای از رسیدین. و همیشه TNT هاتون رو اینجا بذارین. نگاه کنید ابو چرا گوشیم شارژ نشد. مثلا اینجا و اینجا بذارین، یا مثلا از هر طرف، مثلا اینجوری اینجا دوتا بذارین، باز این ور یکی بذارین. چی میگی؟ بیاین ور، باز این ورم دوتا بذارین که میشه دقیقا اینجوری. چه زیبا. خب بعد ردستون اضافه میکنیم، کمی به موادمون ردستون اضافه میکنیم. خب بعد چاری خب همینجور که می‌بینی پشما. اینجا یه دونه دکمه باید بذاریم. لول برشیم من برداشتم بچه ها، دکمه باید برداریم، حواسم نبود. یه دونه دکمه و میذاریم. خب حالا برو پایین دیگه. بعد آب نیاز داریم. آب خب آبو ور میداریم اینجا، اینجوری میذاریم، آبا رو میذاریم. خب بچه ها، بعد از اینکه گذاشتیم آبا همجور که می‌بینی صاف و یک دست، حالا باید تو اینا TNT بذاریم. بله خب بچه گذاشتیم. حالا میریم برای امتحان. فقط امیدوارم گن نزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول فصل. خدا حافظ. واو بچه میبینی چقدر کیف میده. یه بار دیگه. بله بچه ها، خب بچه ها مرسی که ویدیوی منو دیدین. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو به صدا در بیارین و لایک کنید ویدیو رو، نظر هم بدید، ممنون. و تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.